چور شدن دوره یونکرز 52 در کوه آلپی شویتساریا سبب مرگ 20 نفر شد. در نتیجه خروج بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو 33 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر مبتلای این بیماری شدند. شرح پوره خبرها در تهیه همکارانمان از خارج مملکت. در کوههای آلپی شویتساریا هواپیمای یونکرز 52 که از زمان جنگ دوم جهان باقی مانده است به فلاکت دچار گردید. بر سر حادثه 20 نفر از جمله 17 مسافر و 3 هیئت سرنشین جان باختند. 2 نفر از فالتیدگان، 2 نفر شهروندان اوستریا و 18 کس دیگر شهروندان شویتساریا میباشند. طیاره یونکرز 52 سال 1939 استحصال شد. اون در حدود شویتساریا اساساً برای انتقال دادن سیاحان استفاده میشد. با گفته کارشناسان معین کردن سبب‌های به فلاکت دچار شدن طیاره یونکرز 52 دشوار است. زیرا طیاره مذکور با تجهیزات معاصر آویاسیونی مجهز کرده نشده است. طبق اطلاع پیشکی احتمال محرک هواپیمای یونکرز 52 از گرمی طاقت فرسا از فعالیت باز مانده از بلندی 2540 متر از سطح بر سقوط کرده است. در محل حادثه جهت دقیق نمودن سبب‌های سقوط هواپیمای یونکرز 52 کارمندان خدمات داخلدار فعالیت دارند. در جمهوری دموکراتیک کنگو تبلرزه ابولا از نو خروج کرد. در نتیجه 33 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که قبلا نمایندگان یک تشکیلات طبی گومانیتاری در حدود جمهوری دموکراتیک کنگو درباره پررنیس شدن ویروس ابولا خبر داده بودند. طبیبان تشکیلات مذکور ابراز می‌دارند که بیشتر ساکنان مضافات کیوی شمالی به این بیماری مرگاور گرفتار شدند. وابسته به این طبیبان در مضافات کیوی شمالی کارهای پروفیلاکتیکی می‌گذرانند. کارشناسان قبلا در منطقه‌های گوناگون جمهوری دموکراتیک کنگو برای پیشگیری کردن تبلرزه ابولا ساکنان را اعم کرده بودند، ولی آن نتیجه به بار نآورد. همزمان نمایندگان وزارت تندرستی جمهوری دموکراتیک کنگو بر رسانه‌ها خبر دادند که برای پیشگیری و معالجه ساکنان از تبلرزه ابولا از نارسایی مواد داروباری تنقیصی جدی می‌کشند. در رابطه با این حکومتداران جمهوری دموکراتیک کنگو از نهادهای طبی گومانیتاری برای مبارزه بردن بر ضد ویروس ابولا کمک طلب دارند. در قسم شمالی نیمجزیره سینای جمهوری عربی مصر خدمتچیان حربی در رفت گذراندن عملیات ضد تروریستی 52 سلاح به دست را محو کرده، 49 کس دیگر را با گمان رابطه داشتن با گروه‌های تروریستی بازداشت کردند. همچنین نظامیان در رفت زد و خورد مسلحانه 26 جبهه سلاح به دستان را نابود کرده، در حجم کلان یراق و مهمات جنگی را یافت و مصادره نمودند. خدمتچیان حربی ابراز می‌دارند که پس از خاتمه یافتن عملیات ضد تروریستی در نزدیکی شهر العریش 64 تجهیزات ترکنده که سلاح به دستان در راه‌ها و منزل‌های استقامتی خواباندند پیدا نموده به ضرر گردانیدند. دوام 3 هفته اخیر خدمتچیان حربی جمهوری عربی مصر در منطقه‌های گوناگون نیمجزیره سینا ضمن راه‌اندازی عملیات ضد تروریستی صدها تروریست را به ضرر کردند. در منطقه کیتوی کنیا اتوبوسی که مکتب بچگان را انتقال میداد به صدمه دچار گردید. در نتیجه 9 مکتب بچه به هلاکت رسیده، 31 کس دیگر جراحت برداشتند. کارمندان خدمات داخلدار زخمیان را به بیمارخانه‌های نزدیک حادثه انتقال دادند. احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد، زیرا طبیبان وضع سلامتی چند تن از زخمیان را وزنین ارزیابی میکنند. با گفته کارمندان مقامات پلیس کنیا نقلیات مسافربر هنگام برگشتن از منطقه کیتوی در شاهراه تیکی گاریسا به نقلیات بارکش برخورده است. هنگام به صدمه دچار گردیدن اتوبوس در داخل آن قریب 50 مکتب بچه و چند آموزگار قرار داشتند. از روی معلومات پیشکی راننده اتوبوس را با سرعت بلند رانده در نتیجه به نقلیات بارکش برخورده است. در قسم جنوبی پرتغالیا سوختاری بیش از 1000 به عمل آمد. علنگه آتش بیش از 1000 گکتار میدان جنگل را فرا گرفت. سوختاری بیش از 10 منزل استقامتی و چند نقلیات را پورا خراب کرد. از سوختاری جنگل بیشتر منطقه استراحتی مونشکی پرتغالیا ضرر دید. کارمندان خدمات نجاتی از منطقه مذکور ساکنان و سیاحان را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. در منطقه ایوورای پرتغالیا باشد از سوختاری جنگل چند نفر جراحت برداشتند. منطقه ایوورا در نزدیکی مرز پرتغالیا با اسپانیا جایگیر است. کارمندان خدمات آتش‌نشانی با تکنیک مخصوص برای خاموش کردن سوختاری بیش از 1000 فعالیت دارند. یادآور میشیم که سال گذشته در پرتغالیا در نتیجه سوختاری جنگل بیش از 110 نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر جراحت وزنین برداشته بودند. در نزد نقطه گذرگاه نظارتی کارمندان ساختارهای قدرتی شهر افگوی سومالی عمل تروریستی انجام داده شد. بر اثر حادثه چند نفر به هلاکت رسیده، 10 کس دیگر مجروح شدند. موافق کارمندان مقامات پلیس تروریست خودکش در نزد نقطه گذرگاه نظارتی کارمندان ساختارهای قدرتی نقلات داروی تجهیزات ترکنده را به کار درآورده است. از ضربه ترکیش چند نقلات نزدیکی حادثه قسما و برخی از آنها پورا خراب گردیدند. به گفته حکومتداران سومالی عمل تروریستی را گروه‌های جنایت پیشه محلی انجام دادند.